نامتان؟ باقر داگانلی. وظیفه‌تان؟ مسئول کارهای تکنیکی. چقدر سال باز کار میکنید؟ 8 سال. 6 ماه قبل مرا به اینجا گذرانیدند. با گمانم من کمی بچه ها رو رنجاندم полковник کردیم. هیچ گپ نه. تو نفری را گمان بردانستی که آنها سالها باز با او کار میکنند. امیدوارم که من اشتباه کردم. انشالله. نامتان؟ فاتح کلاکسیس. وظیفه و رتبه‌تان؟ متخصص تیرانداز سرجانت کلان فاتح کلاکسیس. زمان خیانت گمان بر شما در عملیات بودید؟ نه. پس در کجا بودید؟ در محبس. چطور یعنی؟ ما با عملیات مخصوص سفربر شده بودیم ولی وضعیت دیگر شد. یعنی که شما به کجا انتقال یافتن معلومات رو نمیدونستید؟ نه. در عملیات همراه شما کیها بودند؟ قماندان اردم، قماندان فاتح، قماندان مجاهد، قماندان منصور، ایدا، افه، ها باز پرچم ترکیه بود. به تازگی عضو این دسته شدید؟ بله. این مرا گمانبر می کند. من چنین نگفتم. اما اگر دانستن خواهید ما هر کسی رو که وارد این مرکز شده است گمانبر میتونیم. به دسته نوارد شدم ولی 100% باوری دارم که در این دسته خائنی نیست. کارنامه خوب، تمام امتحانها، عنوان مکتبی، دانشجویی همش با بهای اعلی. تشکر زیاد. با چنین دستاورد امکان داشتید که در وظیفه های بلندتر کار کنید. چرا خواستید که محض یاردمچی پروکورور شده کار کنید؟ اصلا من از اول میخواستم همراه خانم دریا کار کنم. حتی شخصا عریضه هم نوشتم در همین خصوص. سببش معلوم نیست مگر همش فهموست. او یکی از بهترین پروکورورهای این کشور است. طوری که شما به او باور میکنید او هم به شما باور میکند؟ نمیدونم، این رو میتوانید از خودش پرسید. شما به خانم ایلم درباره شخصی که جنایتش را اعتراف میکند خبر دادید؟ بله، خودم با او معلومات دادم چون که ما این پرونده رو همراه پیش میبردیم. شما گفتید که قبلا از گذشته ایلم هیچ آگاهی نداشتید. درست. اگر معلومات میداشتید راضی میشدید که باز همراه او کار کنید؟ من از گذشته او چیزی رو نمیدونم ولی حاضر او با ما کار میکند. قراری با ما کار کردن او رو من نمیبرارم. این به عهده من نیست. این در باشد شما ایلم رو گمانبر نمیدونید؟ حاضر من همه رو گمانبر میدونم. این کاری من است. در اگر رادکوویچ زمان حمله به خانه امنیت شما را اسیر گرفت، مرا از خانه امنیتی دستگیر نکرد. از خانه‌ای که در جنگل زمانی فرار نمودم پناه بردم از آنجا دستگیر کرد. و او هم باور کرده در این عملیات یک چند نفر تلف یافتند. زمان حمله خانم ایلم همراه شما بود؟ بله. پس سلاح به دستان پس از انجام همه کارها شما را یافتند؟ بله. تو رو انتظار است ایلم. خوب. آرام شو برادر، آرام شو. خانم ایلم، شما سالها در خارج همچون امنیت چی کار کرده اید؟ فعالیت هایی که شما در مرز ما کرده اید چندین بار با کارگران امنیتی ما روبرو شده اید. درست است. بر ضد ما هیچ گونه فعالیت نادرست نکرده اید. برعکس در بسیار عملیات ها به ما کمک کرده اید. بر ضد تروریسم و نزد آدمان بیگناه خود را مسئول میشماریدم. در کارخانه خارجی که کار میکردید چنین فکر بود؟ میدونید که در این باره چیزی گفته نمیتوانم. اما حالا خیلی حساس است. بهترش کمی آشکارا سخن گویید. با فکرم تمامی کارهای تا امروز کردم به سوالتان جواب است. متاسفانه این وضعیت برخلاف سخنی شماست. لطفاً بگویید
این کشور برای شما چه اهمیت دارد؟ اینجا زمینی است که از سه طرف بحر احاطه کرده است و از چهار طرف دشمنان. سرحدهایش با جان با خون کشیده شده است. در اینجا خلقی است که مبارز است. برای زیبایی این وطن جانشان را فدا میکنند. اما از همه مهمش این خلق همیشه طرفداری آدمانی بیگناه است. یکی از سبب‌های اساسی که من برای آبادی این کشور تلاش می‌ورزم همین است. اگر گویید که شما در این کشور تولد نشدید، در اینجا کلان نشدید، شما در فرانسه به وای رسیدید، اینجا برایتان وطن نیست. ما برای همین از شما شبهه میکنیم. پس دشمن را از بین خودتان جستجو کنید. تو خطا میکنی دریو. ایلم هیچگاه این کار رو نمیکند. پس هیچ جایی ترسش نیست فاتح. همیخیم خودی تو چی؟ آرام شو برادر. چیزی که نشود حقیقتش کار میشود. او را نمیبینی؟ به اساس گناهگار میکند. گناهش این بوده است که در دیگر کشور کار کرده است. خیر شد، اهمیت ندهید. اینها چیپتا و شناسنامه تو. شما در کجا با میخورید؟ تو از کجا میدانی که من با کسی با خوردن میخواهم؟ او خبرنگار است، نامش لیندا. به خاطر تامین امنیتی تو این رو میپرسم. من برای تو جواب میگویم. در آنجا من یک آدم دیگر رو به تو وابسته میکنم. او هم راننده و هم محافظ تو میشود. در مهمانخانه وایت سپرایت تو میخوریم. خوب، تو را در فرودگاه پیشواز میگیرند. یگان چیزی نوشیدن هست؟ در جوان است. غیر سپیرتیش نیست مگر شربت؟ خودت رفته از جوانگیر. لازم نیست. خیر، تو همیشه با درگان کار میکنی؟ نه، کسی پول دهد با همون کار میکنم. ولی درگان انسان خوب است. پول بسیار میدهد و رو دوست میدارم. قبلا چی؟ قبلا من با درمان دیوانه کار میکردم. او دیوانه حقیقی بود. آدم عجیب بود. با او شناس نبودم. با او در عملیات های زیاد اشتراک کرده ای؟ نه، همگی یک مرتبه به سربازان ترک حمله نموده بودیم. آرامگاه شهیدان آنها را خراب کردیم. تمام قبرها را ویران کردیم. غضبشان را آوردیم. من میدانستم که آنها می آیند. همین طور هم شد. میدانی آن روز ما یک سرباز آنها را هم کشته بودیم. به بدن او 30 تیر خالی کردم. میفهمی؟ قماندان آرام باشید.
ба ӯ даст нарасонед. ӯ ба мо зинда лозим. ҳофиз! برگرد! قماندان! حافظ برگرد! حافظ! قماندان هوشیار باشه! تو هم در همانجا بودی؟ бале шахсан як ду тир холӣ кардам. чӣ шуд? ба гумонам ин ба ту чандон писанд наомад. قماندان خوب هستید؟ ҳофиз, бародарам, ҳофизи ман, ҷоят ҷамъ шавад. медонӣ ман ҳам онҷо будам. чӣ тавр онҷо будӣ? ман туро надидам. не дар онҷо будам. ба ҳайси кӣ? ба ҳайси қумандони дастаи туркҳо. бало занад. явуз қарасу ҳастам. лейтенанти калон явуз қарасу. برادری من بود. برادرم بود. از همه نفری نزدیکی من در این عالم بود. او به خاطر پایین نشدنی پرچم ما جانش را فدا کرد. فهمیدی؟ تمام قماندان او مرده است. من هم آنجا بودم. قماندان لعنتی قماندان خوب هستید؟ من اونجا بودم خیلی. وقتی که حافظ شهید شد من اونجا بودم. آن تیر باران در یادم است. یکم تیری که با حافظ رسید به یادم است. تمامی وجودم اون وقت پاره شده بود. همان لحظه من درک کردم که او میمیرد. زهراوی خواب دیده بود. او میدونست که میمیرد. حالت شما را میفهمم قماندان. تمام همش گذشت. او جزایش را گرفت. گوش کن تو نمیمیری ها. تو نمیروی ها میخیل. اگر اجلمان آید علاجی نداریم. همه یک میروند خیالی. ولی تو نرو. خوب اجرا میکنم قماندان. یگانه چیزی که ما را به شبهه میبرد آن است که او در خصوص کارهای کشافی قبلا به انجام رسانیدهش چیزی نمیگوید. ما نمیدانیم که او با خواجگان خود علاقه‌اش را کنده است یا نه. تا حال دستور فرمان میگیرد یا نه. تا حال این را کسی نسنجیده است یا تفتیش نکرده است؟ تفتیشات شده است، اما بعداً علاقه‌اش را کنده است یا نه نمیدانیم. شاید از تجهیزات دروغسنجی استفاده بریم. این فکر خوب است.
тафтишот ба ӯҳдаи шумо мебошад. агар инро зарур доред, пас мо розием. албатта. ба фикрат ин кор лозим аст дарё? ман дилпур будан мехоҳам, полковник Гердем. намехоҳам ки дар дилам ягон шубҳае монад. медонӣ, агар бегоноҳ барояд дӯстиятон поён меёбад. ба ман вазифаам муҳим аст, на дӯстӣ. номатон? эйлем. насабатон? мерсиер. соли таваллуд? соли 1988. рӯзу моҳи таваллудатонро гуфта метавонед? 25 июни соли 1988. ҷои таваллуд? фаронса. вазифа? ман бо дастаи махсус гардонидашудаи хадамоти амнияти Туркия кор мекунам. қаблан чӣ кор мекардед? қаблан ҳам ба ҳайси кашоф дар амнияти кишвари бегона кор мекардам. ба мо дар бораи корҳои пештаратон ягон чиз нақл карда метавонед? не. барои чӣ? махфист. вақте ки ман ба ин кор гузаштам, чунин қарордод имзо шуда буд. гуфта наметавонам. дар вақти дар хадамоти кишвари бегона кор карданатон шумо бо низомиёни Туркия вохӯрда будед? бале. дар бораи онҳо маълумот ҷамъоварӣ карда будед? خانم الیم، من به شما سوال دادم. از شما میپرسم شما درباره نظامیان ترکیه معلومات جمع آوری کرده بودید؟ بله. کارتان را به آخر رسانده بودید؟ نه. برای چی؟ برای اون که اگر کارم را به آخر میرساندم، حاضر دستایی که من با آنها کار کرده ایستادم وضعیتشون مشکل میشد. اما این را در وقتی به عهده گرفتن کارتان میدانستید؟ بله. چرا شما کارتان را به آخر نرسانیدید؟ برای اون که من نمیخواستم آنهایی که دوست میدارم بمیرند. شما علاقه‌تان را با خواجگان خارجیتان کنده اید؟ آنهایی که قبلا به شما فرمان دستورها میدادند. بله. چی شد؟ من نفهمیدم. معلوم شد که معلومات رو اعلام داده است. فوراً اعلام رو دستگیر میکنم. از این پس او با کسی دیدار بینی نمی کند. اعلام؟ چی گپ است؟ آرام شو فوتی، این همگی تفتیشات است. چگونه تفتیشات؟ او را به کجا میبرید؟ ما او را در بازداشتگاه نگاه میداریم. او را محکم میکنید؟ نه. حالا که تفتیشات جریان دارد به کسی نمیگذاریم که با او دیدار بینی کند. قماندان، یگان چیز گویید؟ آرام. کارو مشکل نکن، علاج نیست. هرچی لازم است اجرا می شود. حقیقت دیر یا زود آشکار می شود. من جنایتکار را می یابم. حقیقت را همه می فهمند. مرد؟ چی طور می مرده است؟ چی طور؟ استا او زمانی به دسته قماندان حمله کرده یک سربازش را کشته است. وقتی او این حمله را قصه میکرد قماندان خودش را داشته نتوانست. این خودش چی گپ؟ خیر میلش. کارمان چی میشود؟ قماندان یوز خودم میروم گفت. این آدم را شناسند چی؟ اگر نشناسند چی؟ بسیار توکلی است. ولی اما علاج دیگر نیست. باز به ما شناسنامه نو لازم است. اگر تیار کنید رفتن آن را میگیرم. ما تا صبح وقت داریم. میلش. یوز کجاست؟ قماندان یوز برآمده رفت. او کمی غمگین است.
бисёр ғамгин шудед. албатта ғамгин шудам. ӯ ягона нафаре буд ки бо ӯ риштаи дӯстӣ доштам. ман ҳама чизро ба ӯ нақл мекардам. маълум мешавад ки ӯ ба буварии шумо даромадан мехостааст. шояд чунин бошад. одамон баъзан вақт шахси наздиктарини худро шинохта наметавонанд. умедворам ки ӯ барои ин амалаш ҷазои сазовор мегирад. хонум прокурор, ин чист? ин ҳуҷҷатҳоро пас аз пурсупоси орҳан ба даст овардем. ягон чизи фоиданок дорад? ба ин қадар заҳмат меарзида бошад? ин ҳуҷҷатҳо ба мо ниҳоят заруранд. дар ин ҳуҷҷатҳо тамоми нақшаҳои онҳо гирд оварда шудагӣ аст. масалан, чӣ тавр бунёд кардани давлати террористӣ аз ҷониби онҳо. розӣ бошед, ман хабар гирифта ба шумо маълумот медиҳам. лозим нест. аз ду саркашофон бароямон маълумоти муфассалро пешниҳод мекунанд. ба куҷо мебаранд? ақаллан ин дафъа ҷои бехатар бошад. дар хиёбони приву як бинои махсус аст. то анҷом ёфтани тафтишот ҳуҷҷатҳо он ҷо мемонанд. танҳо аз ин кор ману ту огоҳем лутфан. хавотир нашавед хонум прокурор, дар чунин ҳолат ғайр аз шумо бо касе суҳбат намекунам. ман ҳам танҳо ба ту бовар дорам, чунки инро танҳо ману ту медонем. дониста бош. хавотир нашавед. бо иҷозати шумо. алло, ман Седа. шуморо гӯш мекунам хонум Седа. ягон хабари муҳим аст? ман ҳуҷҷатҳои орҳанро пайдо кардам. хабари хуш. онҳо дар куҷоянд? пай бурданд ки касе аз дарун хабар медиҳад. шуморо гумонбар медонанд? дар ин сурат ман ин маълумотро фаҳмида наметавонистам. ман зиёд кӯшиш кардам ки онҳо аз ман гумон набаранд, вале боз ба шумо хабар диҳам ки буданам ошкор мешавад. шуморо ба хориҷа мефиристем. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муҳосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. ҷои ҳуҷҷатҳоро ба мо гӯед. хуб, фаҳмида боз ба шумо тамос мегирам. мунтазири хабари ман шавед. ба мо суроғаашро гӯед кифоя. ҳоло ки мо аз паси гирифтани ҳуҷҷатҳо шавем, ҷомадонатонро хун кардан гиред. ниҳоят як хабари хуш. ҳофиз, ту комилан одами дигар будӣ. инсони хуб будӣ, хуб. алё, явуз, чӣ кор мекунӣ? чанд муддат боз аз ту дараки нест, хавотир шудам. ғамгин шуда гаштам. барои оташ ҳамин хел? намедонам фикри кадомашро кунам. ман туро дидан мехоҳам. ман ҳам. шаб ба хонаи ман биё, нишаста суҳбат мекунем. хуб, меоям. зиёд пазмон шудӣ? лабай? пиёлаи чойро аз ӯ чашм намеканӣ? кош пазмони ман мешудӣ. ту чиё мегӯӣ азизам? ман зиёд пазмони ту шудам. ташаккур.
هیچ گپ نه. چی شد؟ من هم همین رو فهمیدن میخواهم مجاهد. چی شد؟ تو گویا چیزی رو گفتن میخواهی ولی به من نمیگویی. تو این رو از کجا فهمیدی؟ من و تو آدمانی خوب هستیم ولی این طور شفاف بودن نمیشود. چی طور یعنی؟ و یعنی شفاف. من هم تو یک واژه خوب رو با تو گفتم. مجاهد گپ را زیاد نکن، بگو چی شده است آخر؟ اگر همین طور ادامه دهی میگویم که پزمانی تو نشدم. چی گفتی؟ تو پزمون من شدی؟ بله پزمان شدم، به نهایت پزمان شدم. تو با عملیات رفتی و بیدرک شدی، با زنگ های تلفن جواب ندادی. من قریب دیوانه شدم، شب مرا خواب نمی برد. براستی؟ انا اکنون فهمیدم. باز چای نوشیدن میخواهی؟ مایلش. برادر با ما 2 چای دیگر بیار. همون کشندلی مجاهد تو هستی ها؟ خیر میبینیم. اکای سمت شب بخیر. شب بخیر. تینجی است؟ ببخشید که در این نصف شبی شما رو تشویش میدهم. در یک قهوه خانه همراهی دوستم نشستم، ناگهان ملیسه را دیدم. همراهی او همان سرباز است. خواستم شما را آگاه کنم. امیدوارم که کاری خطا نکردم. نه تو چی ها میگویی؟ تشکر. میخواید که من یکم کار کنم اکا؟ راستش رو گویم من بارها کوشش کردم اما نشد، چون دیدم آنها یکدیگر را زیاد دوست می‌دارند و حالشان گذاشته. فهمیدم، اما آن بچه سرباز است. اگر شما راضی باشید من یگان چاره بینم. اگر یگان چاره دیدن خواهی پس تو به من بیگانه نیستی، چون دیدم آنها یکدیگرشان را زیاد دوست می‌دارند. من کاردار شدن نخواستم. به فکر تو مرا فهمیدی. فهمیدم اکا. تشکر که تو غمی مرا میخوری. هیچ گپ نه. خوش آمدی. تشکر. باری هم با من زنگ نزدی؟ زنگ زدنی بودم. در چی باره؟ نه سببی نیست. دریا من و تو باید صحبت کنیم. در چی باره؟ در باره هر دویمون. ایستو بگو منم پای بردم. دریا میترسم که با تو چیزی روی میدهد. من تو رو از دست دادن نمیخواهم ولی من لعنت شدم. همین رو گفتن میخواستی؟ تو برای جدا شدن به اینجا اومدی. تو براستی برای همین اومدی؟ من حق نیستم. برای اون که مرا در دم مرگ گذاشتی؟ بله بله عیناً چنین. یوز این رو من از تو خواهش کردم چون که این قراری درست بود. تو از کجا میدونی؟ میدونستم آخر. چی من باید دائم همین طور زندگی کنم؟ باید حیاتی کسی از من وابسته باشد؟ ها تو باید چنین زندگی کنی. اگر تو رو هم از دستی هم چی؟ اگر از دست ندهی چی؟ قریب میمردی دریا. اما نمردم. اگر میمردم هم به ارمان میمردم. میدانی به ارمان میمردم یوز. اگر وقتی با مغازه رفتنم یگان بدمست به من در میافتاد شاید که این مرگی مفاجا میشد، یا اینکه
یا اینکه در حمام سرم به دیوار زده میمردم، شاید این مرگ بد میشد. ولی چون دیدم دوست داشتم از میانی من و قماندانش، چون قماندانش رو انتخاب کرد و گذاشت که من بمیرم، من از این نمی ترسم. برعکس این فخری مرا دوچند نمود. اول با تو، چون که در مشکل ترین حالت انتخاب کنی مونده بودی. بعد با خودم، هیچ نباشد برای وطنم می مردم، شهید می شدم. فهمانده توانستم. چی رو از سر گذراندی می دانم. ترست رو هم می دانم. تو رو خوب می فهمم. دیگر گپی نمون که من بگویم. من پروکورورم، کاری من چنین است. تو از من نرنجیدی. اگر حالا از جنازه پلکونی گردیم برمیگشتیم شاید که میرنجیدم. تو رو دو چند بد میدیدم. یگان چیز بگوی، خواهش میکنم. چی گویم؟ هر چیزی که در دلت باشد. همون فیلم آخرش چی شد؟ تا آخر ندیدیم که. تخلص من پسر شهید مجاهد می باشد. برای چی؟ چون که پدر من شهید شده است. تعزیه مرا قبول دار. بابایم هم شهید شده است. بابا کلانم هم شهید شده است در محاربه جنگله. در عائله ما شهید شدن میراثی بوده است. خدا پناه دهد. البته چنین است. اما از برای وطن پرچم شهید شوم این آنقدر کاری بد هم نیست. ملیسا، ملیسا، من فکر کردم که ملیسا چی طور هستی؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ از همین جا میگذاشتم، تو رو دیدم، خواستم سلام بگویم. ولی تو در این نصف شبی همراه این آدم چی کار میکنی؟ با تو چی؟ تینجی است برادر؟ تو حالایی است. جاهید، دفع شو از اینجا. من از تو نمیپرسم که چی کار کرده میگردم. خودت کی شده ای که مرا پرس و پاس میکنی؟ آه، چرا چنین میگوی ملیسا؟ ما با اکای سمت همکاریم و من خودم را عضو عائله می حسابم. ایستا همان جاهدی پلید تو هستی؟ درست گپ زن. ملیسا، من نمیخواهم که تو در نصف شبی با این گونه آدمانی به خانه و در سیر و گشت کنی. تو مرا فهمیدی؟ من در نزد پدرت مسئولیت دارم. تو چی مگر دیوانه شده ای؟ این آدم دوست داشته ای من است. من او را دوست میدارم. میفهمی؟ آی، همین طور. ها، همین طور. معقول نشد. مرا بسیار عصبی نکنو. زود از اینجا نشو. تو خودت کیستی؟ کی؟ دفع شو از اینجا. حیوان، تو کیستی؟ تو بگو که کی هستی؟ ها؟ کنی؟ گپ زن. من حاضر تو رو میپرونم کشنلی. گپ زن. مجاهد، او را به حال خودش گذار. میرویم لطفا. یک لحظه است. این طور نمیشود.
تو با من میروی. تو باشی آرامکک از اینجا دفع میشوی. پران آخر که چند احترام میپرانم. پران میگویم. پران اگر مرد باشی میپرانی. مجاهد این کارو نکن. با خود تپانچه گرداندن معنای مردی را ندارد. مرد همان است که دلی ناترس دارد. با خود سلاح نه، باید دل شیر را داشته باشی. این رو گیرو. مقصدم رو فهمیدی. با من نگاه کن. ما سربازان دولتی هستیم. اگر از تیر میترسیدیم جنایتکاران را تعقیب نمی کردیم. اکنون نیست شو از اینجا. دف شو از اینجا.